امروز میخوام بهت یاد بدم که چطوری یه خط چشم خیلی خیلی مشکی بکشی. یه مداد چشم که ضد آب نیست خط چشم میکشم. اصلا لازم نیست وسط خاصی نشون بدی، چون بعدش با یه براش ماسمالیش میکنی. بعدش با یه دونه از این خط چشم کاسه یا دقیقا همون جایی که با مداد چشم کشیدم میکشم. آخرین مرحله اینه که با یه سایه مشکی که اصلا پودری نیست در واقع ستش میکنم، یعنی هم موندگارش رو بالا میبره هم خیلی خیلی مشکی دیگه اصلا یه جورایی فقط میذارم روش. احساس میکنم اینطوری خیلی تیره تر میشه. دهنتو باز نکنی حساب نیست. در نهایت یه همچین چیزی داری.